أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الو سلام علیکم. علیکم السلام. حضرت دوبلو یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما. دوبلو همین پیش وقت همین در برای همین زندگی ما چی موضوع ندیدیم، خیلی گوش کردیم، الحمدلله خدا برکت آمده. سلام حضرت درباره همین جداشوی پیش وقت کم بود، خودی به حد زیادی بچگی یعنی سبب در چی باشه حضرت؟ سلامت باشید. خب حضرت جان امیر حضرت جان جوابش میگردونید. در پاسخ ما با شما هستیم. سلامت باشید. ببینید یعنی بسیاری ها این سوال رو از دامنا میکنن. واقعا حقیقت هم این است. این برادر میگوید که چرا در زمان پیش میگوید طلاق و این چیزا کم بدن اما در این زمان خیلی زیاد شدن. شما ببینید اگر این هم سوال باشد میگیریم در پاسخ. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. بله گوش میکنم شما رو. مجازو پرسی بخش مستقیمه. بله بله. همین بچه فرزند بخشش در همین والدین زنده یا مرده کدوم نفهمیدم سوال شما رو. وظیفه تربیت فرزند در مرده در زن. سلامت باشید. سلامت باشید. ما در پاسخ با شما هستیم. این برادر میگوید که آیا تربیت فرزندان بر ذمه مرد و زن هست یا زیادتر به کدام اینها هست؟ برادران عزیز، چرا در زمان پیش طلاق نبود؟ آیت قرآنی است که الرجال قوامون علی النساء، مردان امیر و حاکم و رئیس و کلان زن هست. زنان پیش مردان را قبلگاه می‌دانستند. زنان پیش حتی در شوهر دادن دختران، در یعنی همسر دادن فرزندان سخن شوهر را گوش می‌کردند که پدرش شما بگوید، پدرش شما صحبت کنید، پدرش صحبت شما چی است، سخن شما چی است. آیا اینها میتوانند با دختر ما یعنی با ما قدر شوند؟ آیا با پسر ما میتوانیم که فلان دختر فلانی را بگیریم؟ اون آیه قرآنی که من خواندم این بود که رئیس و حاکم و لجام یعنی همون لجام زندگی در دست مرد بود. امروز بنابر این زیاد شده است که البته سبب ها و عامل ها از جانب مردها هم هست که رعایت نمیشه حقوق زنها، اما بسیار از زنها خودشون کلان خانه را انتخاب میکنند، از مرد کم مصلحت میپرسند، خودشون دخترشون را شوهرش را معین میکنند، کم میپرسند. و این چیزها بسیار ما با این چیزها واخوردیم که در همون پدر و مادر وقتی که ما جیغ میزنیم، پدر میگوید که در وقت شوهر دادن این دختر از ما نپرسیده، حقوق اون مرد اون خورا رعایت نکردن این زنها و اون زنها شوهر را قبلگاه میدانستند و به اجازت اونها جایی نمیرفتند و همیشه مادر مهربان و مادر خوب و فرمانبرداری برای شوهرها بودند. و اون پدران اون زمان هم البته اینم نگفته نماند صاحب اذان و قامت و نماز بودند در اون خانه و پدران اون زمان دروغ کم میگفتند، لقمه پاک برای خاندانشان میآوردند، مؤمنین و مسلمانی خودشان را حفظ میکردند. امروز بسیاری چیز اینها هست که طلاق در زمان من شما بسیار شده است و اون قول علما اگرچه در سند اون من یعنی صحبت کرده بودم، اونا نسبت طلاق احادیث رو بیان میکردن برای مردم زجرن تنبیهن که با این دست نزنن و در حقیقت هم بسیاری جوانای ما امروز طلاق میکنن خودش یکم معلومات در باب طلاق ندارن و پیش اونها فرزند خود را من یاد دارم میبردم پیش دامونا، اون درباره طلاق و نکاح و درباره نمیدونم غسل و همه چیز با اون شخص صحبت میکردن، با اون داماد صحبت میکردن و زنهایی بودن معلومات داشتن با اون عروس صحبت میکردن. این هست عامل هایی که امروز خیلی زیاد شده. لجام زندگی رو در دست پدران باید داد و پدران هم کوشش بکنن که مرد کامل در زندگی باشن، پدری نیک
در زندگی باشند. و اون برادر گفته است که تربیه فرزندان بر ذمه کی هست و اگر هست بر کدام اینها هست. این از حقوقی است که این 50 در 50 هست، یعنی برابر. در همین تربیه فرزند پدر و مادر حقوقشون برابر هست. البته پدر در تربیه فرزند حق خیلی زیادی دارد، یعنی نامگذاری علی الوالد ان یحسن اسمه، نام خوب برای این پسر بذارد و عقیقه اون بر ذمه پدر است. و تا سن به بلاغت رسیدن جای خوابی اون پسر دختر، لباس اونها، دفتر و قلم و کتاب و تعلیم اونها بر ذمه پدر هست. فرض است، واجب است که این را پدر پر کند. اما تربیه اونها از لحاظ معنویات و اخلاق از این لحاظ مادر و پدر برابرند. یعنی حدیث های زیاده هست که اون مادران در روز قیامت کامیابند و حق مادریشان را، بندگیشان را پیش خدا ادا کردگیان هستند که تربیه فرزند اون مادران کامیابند و این برابر است. این پاسخی سوال آخری بود. در آخر ما دعا میکنیم برای اون برادرانی که در اون زمین لرزه، در اون رشت تاجیک‌آباد یعنی ضرر دیدن، خدا همه اونها رو حفظ کند، ارز و آبرو خاندان اونها رو حفظ کند. و ترغیب میکنیم از اینجا بر اون برادرایی که دارا هستند دستی کمکی داشته باشن برای اون مردمی ضرر دیده. و خداوند از اونجا برادری که گذشته است خدا اون رو رحمت و مغفرت کند و خاندانش رو صبر جمیل و اجر عظیم عطا کند. و خدا کند که با این صحبت ها ما در جاده اصلاح خانواده سهم داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.